مؤثر در فلان کشور غربی بسم الله الرحمن انسان به شکل فرد به احتیاج داره. مثلا انسان نیازمند است به اکسیژن نیازمند است به غذا، ضرورت داره به لباس، ضرورت داره به نوشیدنی ها. این نیازمندی های فردی انسان است که اگر وجود نداشته باشه بر انسان یک سلسله مشکلات را بار میاره که این نیازمندی های فردی را دانشمندان به دو دسته تقسیم کردن که نیازمندی های فردی مادی و نیازمندی های فردی معنوی. در بخش مادی ما شما گفتیم مثلا انسان من حیث یک انسان به آب ضرورت داره، انسان به غذا ضرورت داره، انسان به اکسیژن ضرورت داره، انسان به کربن ضرورت داره. این نیازمندی های مادی وجود انسان است. در بخش معنوی انسان یک سلسله ضرورت های داخلی داره که باید اطمینان داشته باشه، آرامش روحی داشته باشه، آینده ازی باید تضمین باشه. به این شکل میتونه که این دو ضرورت است که انسان مجبور است که باید از نگاه مادی و معنوی این نیازمندی هایش تامین. بخش دوم نیازمندی ها و یا ضرورت های انسان در بایی می باشه. وقتی انسان مثل که دانشمندای علم اجتماع میگن انسان یک موجود یا یک مخلوق اجتماعی است، نمیتونه خارج از اجتماع زندگی بکنه. وقتی که انسان در اجتماع زندگی میکنه بنابراین این انسانی که در اجتماع زندگی میکنه به یک سلسله از ضرورت های اجتماعی مثل ضرورت انسان به فامیل، ضرورت انسان به مادر، ضرورت انسان به پدر، ضرورت انسان به اولاد، ضرورت انسان به مکتب، ضرورت انسان به پوهنتون، به می شکل ضرورت انسان به قانون، به پلیس، به دولت، این تمامش ضرورت های اجتماعی است که یک انسان وقتی در اجتماع زندگی میکنه به این امور نیازمند است. بخش سوم نیازمندی های انسان این نیازمندی های عالی می باشه. نیازمندی های عالی یک سلسله نیازمندی هایی است که انسان در وقتی که نیازمندی های فردی و اجتماعی از او خلاص شد بالاخره اینمی انسان برای یک سلسله سوالات پیدا میشه. این سوالاتی که برای انسان پیدا میشه مثلا به طور مثال وقتی که مادر یا پدر به روز جمعه طفل خدا لباس های منظم میپوشانند و بعد از اینکه اینا را لباس پوشاندن اینا خوب سرشش لباس پوشاندش بعد از این طفل از مادر یا پدر خود پرسان میکنه که این آمادگی ها برای چی؟ ما خانه کس هدف کجاست؟ خانه کس میریم؟ عروسی است؟ کدام جای میمانی خبر هستیم؟ بالاخره چرا؟ اینی سوالی که یک طفل از والدین خود میکنه انسان هم وقتی که با نیازمندی زنده توسط این اکسیدن وجود داره. هدف انسان اینمی دنیا هدف انسان اینمی دنیا هست. این سوالایی است که در به نام دنیا هست. این سوالایی است که نهایت این وظیفه ما نهایت عمل است. اینال اگر البته و توسط این اکسیدن زندگی دیگه هم وجود داره هدف میشه یا تمام هدف انسان اینمی دنیا هدف انسان اینمی دنیا هست. این سوالایی است که در به نام نیازمندی عالی میگن که در قدیم و دانشمندان و فلاسفه را در قدیم و در عصر حاضر ساخته است.
بنال اگر امی سه نیازمندی انسان ضرورت‌های فردی اجتماعی و عالی این ما شما می‌بینیم که انسان در این قدر پیام دارد. چی پیام دارد؟ در قسمت مادی وجود انسان، در قسمت معنوی وجود انسان، در قسمت اجتماعی و در قسمت عالی دین مقدس اسلام چی نقش دارد؟ اول بخشی که میگیم در بخش مادی. در بخش مادی وقتی که ما شما ببینیم انسان مثلا ضرورت هایی که داره، مثلا ببینید در قسمت خوراک، در قسمت نوشیدنی ها و در قسمت جنس. در این سه بخش دین چی نقش داره؟ اگر دین باطل باشه، بعضی ادیان باطلی هست که او را انسان ها ساختن، فکر میکنن وقت انسان متدین میباشه که بخش مادی وجود خود را انکار بکنه، نخوره، ننوشه، ازدواج نکنه. ولی دین مقدس اسلام دین است که مادیت و معنویت دو بخش، دو بال یک پرنده فکر میکنه. انسان نمیتونه مثل که یک پرنده نمیتونه که با یک بال پرواز بکنه. انسان نمیتونه که تنها با مادیت و یا تنها با معنی مجبور است انسان هر دو بخش متوازن پیش ببره. از این خاطر ما شما همیشه در نمازهای خود خداوند متعال برای ما شما تعلیم داده که در نمازهای خود چی میگیم؟ ربنا پروردگارا آتنا برای ما بده فی دنیا حسنه، نیکی ها و خوبی های دنیا را، و فی الاخرت حسنه، یعنی ببینید که نیکی های دنیا و فی الاخرت حسنه و نیکی های آخرت، و قنا عذاب النار، و خدای ما را از عذاب آتش نجات بده. بنابر وقتی که ما همیشه دعا میکنیم، دعا نمیکنیم که خدایتان برای ما آخرت بده، و این دعا را هم نمیکنیم که خدایتان برای ما دنیا را بده، بلکه ما چی خوب بده و هم از این خاطر یک خلاصه دین گرفتن میگن دین میگه که ایشو ابدا برای زنده هستی، همیشه باید کار بکنی، درس بخوانی، زحمت بکشی و علم آخرتک که انک تو غدا، برای آخرت کار بکنی فردا میمیری. و این فکر در این پیش میره، هم مسائل آخرت. دین مقدس اسلام در قسمت مادیات در خوراک چی میگه؟ بخوریم یا نخوریم؟ دین مقدس اسلام میگه که شما وقتی که میخوایم بخوریم خوراک، دین مقدس اسلام توجیه مثبت میکنه. توجیه مثبت یعنی چی؟ یعنی دین مقدس اسلام میگه شما بخورین، مثلا فلانی حیوان گوشتش بخورین، فلانی حیوان گوشتش نخورین، فلانی غذا را بخورین، فلانی غذا را نخورین. اینمی که میگه ایره بخور، مثلا گوشت گوسفند بخورین، گوشت پشک نخورین، و گوسفند وقتی که میخورین باید ایره ذبح بکنین تا که خون از این بریزه. بعد از ذبح ایره به شکل درست پخته بکنین و بخورین. این به اخروی میشه. توجیه مثبت نصیب انسان دوست چی نتیجه؟ مساویم سعادت دنیا و مساویم سعادت، یعنی مساویم شبه زنده و آخرت با سعادت و آخرت، دنیا و آخرت، یعنی و سعادت اخروی میشه. اخروی مردم گفتن که و سعادت اخروی میشه. شما ایگه که میزنن که ما توجیه مثبت دین ندارن. چه قسم ضرورت ندارن؟ گفت ما مثلا شما که نخورین، مثلا گوشت که جور کردن دیگه حیوانات استفاده کردن. بالاخره من نمیفهم، شما معلمین ساینس هستین، خوب تر میفهمین. من 3-4 ماه پیش از طریق دیش دیدم که در چین تقریبا 2 میلیون سیم از بین از سارس پرسفارم پیش از بین میبره از گوشت سارس مرض که خطرناک است پشک به انسان انتقال میکنه. از این ما مجبور هستیم خوردن ما از بین رفت وقتی که توجیه مثبت دین در نظر نگرفتیم. در قسمت نوشیدنی
مقدس اسلام اینمی عین توجیه مثبت و توجیه مثبت ازی باز هم موجب سعادت آخرت میشه. چه قسم در قسمت نوشیدن آب برای انسان اجازه است که باید انسان آب بنوشه. برای انسان اجازه هست که مثلا اینمی انسان باید آب میوه بنوشه. یک تعداد مردم ها گفتن که ما شراب میخوریم، چیز خوب است، ولی بالاخره وقتی که اینا شراب نوشیدن نتیجه چی شد؟ دکترها برشان گفت مرضهای خطرناک، کنسل ها، سرطان ها از نوشیدن شراب به انسان انتقال میکنه. از این خاطر انسان باید از خوردن شراب دوری بکنه. در قسمت جنس دین مقدس اسلام میگه که وقتی که شما انسان هستین این انکار کرده نمیتونیم، بلکه این قسمت توجیه مثبت است که توجیه مثبت در قسمت جنس سعادت دنیا و آخرت میکنه. خب یک کس میگه که توجیه مثبت جنس یعنی چی؟ یعنی ای که انسان باید ازدواج بکنه، از طریق ازدواج خانم داشته باشه و از طریق خانم و فامیل صاحب اولاد صاحب زندگی شوه و نرمال زندگی خود پیش ببره، یک فامیل منظم جور بکنه، مشکل جنسیش هم رفع میشه و در پالیازی مشکل اجتماعیش هم رفع میشه، فامیل و خانواده هم درست و منظم پیش میره و از مرضهای مختلفی که بسیاری این مرضها به واسطه استفاده نادرست جنس به بار میاد از بین میره. که ما دیگه قبول نمیکنیم، ما میخوایم که به نام آزادی انسان آزادی جنسی را اعلان کردن. گفتن ما ازدواج های غیر مشروع که شما میگن مشروع نیست، ازدواج های مثل ازدواج مرد با مرد، ازدواج زن با زن، حتی ازدواج انسان با حیوان، این موضوعات اینا مطرح کردن و گفتن که شما که گپا را میذارین گپای شما درست نیست. خب وقتی که گپایتون درست نیست، برای ما شاعر ما برشان گفت که صدها چراغ دارد و بیراه می رود، صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتاد و بیند سزای خیش. و خداوند متعال چی میگه؟ خداوند متعال جل جلاله میگه که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کسی که از حکم من، از قانون من سرپیچی بکنه، بر از او زندگی بسیار خطرناکی را نصیب میکنیم. خب اینا وقتی که آزادی جنسی را اعلان کردن، نتیجه آزادی جنسی از اینا چی شد؟ نتیجه آزادی جنسی از اینا این شد که یک تعداد انسان‌های جنایتکار با استفاده از آزادی جنسی از انسانیت خود برآمدن، رفتن در جنگل‌های اروپا با امرای شادی‌ها هم جنس شدن. وقتی که اینا با امرای شادی‌ها هم جنس شدن، دکترای طب خودشان برشان گفت که برادر خطرناکترین مرضی که ایدز است فعلا جهان امروزی را، جهان متمدن امروزی را، امروز که انسان میتونه که از نگاه تکنیک مادی به مهتاب بره، دیگه کره ها را دیگه سیاره ها را تسخیر بکنه، اینمی انسان اقدر پس شد که از نگاه مادیت رفت تابع حیوان شد و بالاخره از جنایت انسان. مرض ایدز اصلا در شادی هاست. شما از دکترای طب پرسان بکنن که دکترای طب در این قسمت چی میگن؟ دکترای طب میگن که مرض ایدز اصلا در شادی ها بود. وقتی که انسان ها جنایت کردن، به حساب جنایتی از اینا مرض از شادی ها انتقال کرد به انسان. بیبندوباری است، بلکه این بیماری های دین است، بلکه این بیماری های امروزی که در قوانین ساخت انسان به خاطر منفعت خود خواست که یک چند لحظه لذت ببره، خبر نداشت که مصیبت کلان نصیب از این میشه و اون مصیبت مرض ایدز بود. بازم شاعر چی میگه؟ صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتاد و بیند سزای خیش. اونمو حکم خداوند است که و من اعرض عن ذکری، هر کسی که از حکم من اعراض بکنه، مخالفت بکنه با حکم خداوند متعال، فان له معیشة ضنکا، بر از این زندگی سخت را خداوند نصیب میکنه. و این زندگی سخت چی مانه؟ و نحشره یوم القیامت اعما، خداوند متعال میگه که باز ما اینمی انسان در روز قیامت
کور خلقش میکنم. قال ربی، انسان میگه پروردگارا لما حشرتنی اعما، خدایا چرا مرا کور خلق کردی وقت کنت بصیرا، در حالی که من چشم داشتم، در حالی که من در دنیا. خداوند برش میگه که لقد اتت که آیاتنا، بر تو آمد احکام ما، تمام دلایلی که در قرآن بود کلش مطابق عقل تو بود. لقد اتت که آیاتنا فنسیتها، پسی آیات قرآن فراموش کردی و کذالک الیوم تنسی، امروز خودت فراموش میشی. امروز برو برای خود چشم پیدا کن، امروز برو برای خود دست پیدا کن، امروز در قیامت برو برای خود عقل پیدا کن و بالاخره این انسان در اونجا در حالت تاریکی زندگی میکنه. این است نتیجه توجیه مثبت دین در دین مقدس اسلام در قسمت یا در بخش مادی وجود انسان. فکر میکنم واضح است؟ فهمیدین مقصدش؟ خب سوالات رو میشه که در آخر باز مطرح کنیم، یادداشت بگیریم. در بخش معنوی وجود انسان، این در بخش مادی وجود بود، حالا فعلا ما شما در بخش معنوی. شاید که سوال بکنه که در بخش معنوی نقش دین مقدس اسلام چیست؟ از نگاه معنا در معنویت ما چی تاثیر میکنه؟ بله، نقش دین مقدس اسلام در بخش معنوی وجود انسان به شکل زل میباشه. شما فکر بکنین در یک جای زندگی میکنین، در یک ولایت زندگی میکنین از ولایت ها، والی او ولایت دوست شماست. وقتی که والی ولایت دوست شما باشه، حتما شما از نگاه مشکلاتتان احساس راحت میکنین. اگر من وظیفه ضرورت داشته باشم، والی به همراه من کمک میکنه. اگر من مشکل وظیفه داشته باشم، برام وظیفه میده. اگر مشکل درس داشته باشم، همراه من کمک میکنه که در پانتون برم. اگر مثلا پلیس بخواد که در خانه ما یا دزد در خانه ما تجاوز میکنه، این والی مرا میشناسه و پلیس ها را وظیفه میده که تا همراه ما همکاری بکنن. به این شکل اینمی ارتباط انسان با والی از ولایت برای انسان یک سلسله راحت و اطمینان قلبی در امون ولایت نصیب میکنه، در حالی که باز هم میترسه که شاید صبا امین والی برطرف شود. اینال اگر یک انسان، یک مسلمان در پالوی ازی که این مسلمان هست، اینمی انسان مسلمان این میفهمه که من ارتباط دارم با ذات الله جل جلاله. ذات الله جل جلاله چه قسم ذات است؟ ذات قوی. من ارتباطی دارم با یک ذات قوی، یک پشتوانه، یک بک‌گراند به انگلیسی بگم بسیار قوی دارم که هر وقتی که من خواسته باشم برای من کمک رسانده میتونه. ذات رحمان الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. من ارتباطی دارم با ذاتی که او رحمان الرحیم است که اگر هر وقتی که من گناه بکنم، اگر هر وقتی که من اشتباه کنم، برای من میگه که قل عبادی الذین اسرفوا، میگه که ای پیغمبر، بگو ای کسی که تو قرآن عظیم الشان مطالعه میکنی، قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو بر او بنده های ما که اینا اسراف کردن، زیاده روی کردن در نفس های خود، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند متعال شما ناامید نشین. ولو که هر قدر گناه کردین، بازم این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. هر قدر که شما اشتباه کردین، سهو کردین، تا وقتی که بر شما زندگی داریم، تا وقتی که شما زنده هستین، شما میتونین که دوباره به دربار ما بین. به معنی انسان میفهمه که من ارتباط دارم با ذاتی که رحمان الرحیم است، ذاتی است که قوی است، ذاتی است که همیشه با ما است. و اذا سألك عبادی، خداوند متعال میگه که به پیغمبر سلام، و اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های ما در مورد ما پرسان بکنن، فانی قریب، من به اونا بسیار نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من دعوتگرا را کسی که دعایی میکنه دعایشون هم میپذیرم وقتی که اونا، پس به شرطی که اونا هم به احکام استجابت بکنن، احکام مرا تطبیق بکنن، حکم مرا قبول بکنن و مرا بشناسن. از این خاطر من با اون بنده های خود بسیار نزدیک هستم. خب اینال وقتی که انسان این
اینجا وقت در قسمت توجیه معنوی اینجا دین مقدس اسلام انسان توجیه مثبت میکنه. یعنی توجیه مثبت چی میکنه؟ یعنی ارتباط قوی انسان با کی میباشن؟ با ذات الله جل جلاله میباشن. ذات الله جل جلاله میباشن. این ارتباط قوی انسان با ذات الله جل جلاله نتیجه چیست؟ میگه این مساوی میشه به چی؟ به اطمینان قلبی، که این اطمینان نصیب علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشین که به یاد خداوند قلبها اطمینان پیدا میکنه. ببینید ما مردم افغانستان چقدر مردم فقیر هستیم، چقدر مردم هستیم که پول نداریم، دارایی زیاد نداریم. تمام جنگ ها بالای ما تحمیل میشه از کشورهای مختلف. کشور ما و شما بسیاری وقتا میدان جنگ برای ابرقدرت ها شده، ولی با وجود از این هم ببین چند نفر سالانه خود در افغانستان خدا میکشن. چرا نمیکشن؟ و در کشورهای غربی وقتی که ما و شما ببینیم، وقتی که اونا گزارشات سالانه خدا میتن گزارش میتن که امسال 5000 محصل در فلان کشور غربی خودکشی کرد، 10,000 انسان در فلانی جای خدا خودکشی کرد. ولی در کشور ما و شما کسی خدا خودکشی نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که شاعر میگه که شاعر چی میگه؟ میگه خور ناحق دست از دامن قاتل بر نداشت. کی یاد داره؟ خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. راست میگه. میگه خون ناحق دست از دامن قاتل بر نداشت. یعنی شما چی میبینید؟ به اینمی شکلی که قاتل امروزی که قصاب است، این وقتی که قتل میکنه دامنش خونالود است. انسانی که در این دنیا کسی را قتل میکنه، در روز آخرت اینم تو دست و گریبان ازی به خون مردم آلوده هست. دیده باشی لکه های دامن قصاب را. و با سعدی بر ما یک درس دیگه میده. چی میگه؟ میگه عیسی برای دید یکی کشته فتاده. عیسی برای دید یکی کشته فتاده، حیران شد. دید که یک نفر افتاده قتل کشته شده، حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت خود بدندان خود گرفت. گفتا برای گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار؟ امی عیسی برای کی گفت؟ برای مقتول گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کی او را بکشد آن که تو را کشت. عیسی برای دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت. برای مقتول گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کی او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج بدر کوفتن کس، دروازه کس امرای انگشت مزن تا کس نکند رنج بدر کوفتنت مشت، تا که دروازه تو را با مشت نزنه. از این خاطر انسان مسلمان اطمینان قلبی داره که ذات رحمان، ذات عادل، ذات مهربان، ذات جبار بالای ظالم ها، ذات قهار بالای قاتلان این وجود داره که اگر در این دنیا انتقام از پیش ازی حتما میگیره، و اگر انتقام در این دنیا نگرفت در روز آخرت حتما انتقام از پیش ازی ظالم میگیره. بنابراین این دین است که برای انسان یک نوع اطمینان قلبی میده که برادر اگر تو پلو مرغ پلو میخوری، اگر تو 10 قسم کباب میخوری، اگر تو در دسترخوانت شرابهای مختلف ماندگیست، فراموش نکن که در روز قیامت از یکی از حساب میشی. و نه که دال میخورم، پیاوه میخورم و کچالو میخورم، جواب من از دال و پیاوه و کچالو خود بود. بنابراین در از یک نوع اطمینان قلبی ایمانی هست که ایره از خودکشی، از اینکه بالای دیگران تجاوز بکنه افتخار میکنه سر بایسیکل به درس بره، نه در موتر صرف از پول حرام. بسیاری کساست در بوریای خود افتخار میکنن. وقتی که برای شاعر میگه که من خانه‌ت میمان میشم، میگه در خانه میتوان شب را روز کرد، در خانه ما هم میتوان شب را، یا در کلبه ما، او تو میگه در کلبه ما هم میتوان شب را روز کرد. بوریا گر نیست نقش بوریا افتاده است، اگر بوریا نداریم نقشش خواست، لکن ما اطمینان قلبی در این قسمت داریم که این خداوند متعال برای کی میته؟ از نگاه معنوی برای انسان‌های مسلمان میته. این دو موضوع رو فهمیدین ان شاء الله؟
اجازه است بخش اجتماعیش شروع کنم. خب در بخش اجتماعی در بخش اجتماعی شما می‌بینید که وقتی که انسان در اجتماع زندگی میکنه فامیل است، قانون است، مثلا نظام درس و مکتب و پوهنتون است. حالا اگر ما شما در این قسمت ببینیم در قسمت فامیل اگر مادر است، پدر است، دختر و پسر است، خواهر و برادر است، در این قسمت دین مقدس اسلام بر انسان چی توجیه میکنه؟ در فامیل اول مثلا نقش اساسی فامیل مادر داره. در کشورهای دیگه که با شما ببینیم که بسیار مردم متمدن هستند، مدنیت مادی دارن و چون بخش معنویتشان در نظام اجتماعیشان تحت تاثیر یک حکم الهی نیست، وقتی که مادر پیچ سفید شود، کجا این سفید؟ شما اونا مادر خود به آسایشگاه ببرن. در حقیقت یک بدبخت بکشش از خانه با یک بانایی را میبرن تصمیم است، چون فرزند دختر و پسر از مادر خسته میشن، مجبور هستن که شاروالی اونا را چی کنن؟ شاروالی اونا را تربیه کنه، او را بر نامش آسایشگاه ماندن. سپری میکنه. در نوتتان میه شد، خانم شوهر با هم مشوره میکنه که این پیرزن چی کنیم که چه هستن؟ بکشش از خانه، با یک بانایی را میبرن تسلیم شاروالی میکنن. وقتی که تسلیم شاروالی کنن بالاخره این زن بیچاره در اونجا یا این مرد 50 ساله یا 60 ساله بیچاره که از کار افتاده اینجا روزای بسیار بدی را سپری میکنه. در نوتتان ما یک یادداشت گرفتیم از اینترنت، جریده انیس یک خبر نقل کرده بود که در یکی از کشورهای اروپایی، فکر میکنم انگلستان بوده، نوشته کرده که یک خانم پیچ سفید چند میلیون دلار خدا به سگ‌ها بخشید. چرا به سگ‌ها بخشید؟ به خاطر از این میگیره بخشید که یک روز وقتی که برادر خارج بازی که فوت کرد آمدن مزدور از این برش گفت که این خانم پیچ سفید گفت که وقتی که من در خانه خود، حتی در آسایشگاه هم نبوده بودش، در خانه خود من هیچ دوست و یاور نداشتم، خواهر و برادر و اولادم از من پرسان نمیکرد و مرا تنها مانده بودن. یگانه کسی که در مریضی ها به همراه من کمک میکرد و دوست ما بودن دو تا چچکای سگ بود که در بالی بستری ما بودن. از این خاطر من تمام دارایی های خودم به اون انسان های وحشی که هیچ نوع عطوفتی در مقابل من نداشتن، اگرچه جز فامیل ما بودن، نسبت به اونا من دو تا سگا را برتر دانستم و تمام دارایی های خود به چچکای سگ بخشیدم. ولی بیاین در دین مقدس اسلام سر کنیم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در قسمت مادر میه برای یک مسلمان چی میگه؟ ای مسلمان، تو تمام روز نماز میخوانی، روزه میگیری، زکات میدی، حج میری، به چه هدف؟ به این هدفی که خدا از پیشت خوش شود و در روز قیامت در جنت الهی باشی، در جنت بری. ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اینمی جنتی که تو میگی اینمی الجنت تحت اقدام الامهات. متوجه باشی که اینمی جنتی را که تو میخوای، این جنت زیر پای مادرها هست. از این خاطر یک فرزند مسلمان وقتی که این گپ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشنوه و میفهمه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوا، او از آرزوها و خواهشات نفسی خود صحبت نمیکنه، ان هو الا وحی یوحى، سخنهای پیغمبر کلش وحی الهی است. بنابراین چی میکنه؟ همیشه احترام مادر خدا میکنه. شما در دی افغانان برین ببینید دکترایی که بسیار پروفسور هستند در منزل 4 و 5
ماینه خانیشان است، پا میفتن، مریض میباشه، اعصاب خود از دست میدن، تختی پشت خود به 4 منزل بالا میکنن. چرا بالا میکنن؟ به خاطر که توجیه مسلم مادر خود با میکنن، اعضای بدنش بعد سال میشن، ناخونهاش میگیرن. به خاطر از این در منزل 4 و او را تداوی کردن و در خانه او را احترام کردن و تا آخرین لحظه دست میفتن، از پا میفتن، مریض میفتن، از پا میفتن، مریض میباشه، اعصاب خود از دست میدن. بازم این دخترای مسلمان چی میکنن؟ مادر خود با بغل خود تا به تشناب میبرن، لباسایش به دست خود تبدیل میکنن، اعضای بدنش بعد سال خود میشن، ناخونهاش میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در از اونمو حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الجنت تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای مادرها هست. به این شکل در قسمت پدر در قسمت پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که پدر دروازه از دروازه های جنت است. پدر دروازه از دروازه های جنت است. اگر میخوایی که این دروازه سر تو بسته شود، به احترامی به پدرت بکن. در جنت چند دروازه داره؟ یکی از دروازه هایش پدر است که اگر احترام پدرت بکنی، اگر قلب پدرت به دست بری، این دروازه جنت در مقابل تو باز خواهد شد. قرآن عظیمشان باز به خاطر از اینکه انسان خود دقیق بفهمه در قسمت مادر و پدر برای انسان میگه که ولا تقل لهما اف، شما کلمه اف در مقابل مادر و پدرتان استعمال نکنید. اگر مسلمان هستی، ایمان داری به خدا و پیغمبر، حتی واژه اف باید در مقابل مادر و پدرت استعمال نکنی. اف چی معنی؟ اف معنایش در عربی یعنی خسته شدیم. برای مادر و پدرت نگو که اف خسته شدیم بسیار. شاید از گفتن این کلمه شما در دل از آن رنج پیدا شود. قرآن عظیم شان میگه که ولا تقل لهما اف، برای زن نگو. بناهن وقتی که برای پدر میگه، برای خانم، برای مردها پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ما اکرم النساء الا کریم. خانم خدا و زنها را احترام نمیکنه مگر مردهای با کرامت، مردهایی که شخصیت دارن، مردهایی که تقوا دارن، بهترین انسان ها هستن. و ما اهانهن الا لئیم، میگه ما اکرم النساء، اکرام و عزت نمیکنه، ما اکرم النساء، احترام و اکرام نمیکنه زنها را، الا کریم، مگر انسان ها مردهای با کرامت. و ما اهانهن، و اهانت، توهین، دشنام و یا گپ بد نمیزنه. و ما اهانهن، و اینا را توهین نمیکنه الا لئیم، مگر انسان های لئیم، انسان های پست، مردهای بد اخلاق، مردهای بی ایمان، مردهایی که از سنت پیغمبر دور هستن، اینا اهانت میکنه خانم های خدا. حتی اگر اهانت با گفتن یک کلمه عادی هم باشه، با یک بد گفتن هم باشه، از این خاطر مردی که میفهمه که ما باید در پیش خداوند کریم باشم، زنها را کرامت خانم خدا احترام میکنه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و حضرت انس چی میگه؟ میگه وقتی که در خانه داخل شدی، بالای خانمت سلام بده. به خاطر چی سلام بده؟ تا برکتی باشه برای تو و برای خانمت. به این شکل به امرای خواهر، به امرای دختر، و کسی که مثلا احادیث را بخوانیم که در قسمت دختر گفته که دختر اگر انسان 3 دختر یا 2 دختر داشته باشه و او را جوان کنه، این 2 دخترش سبب چی میشه؟ سبب دخول عزیز جنت میشه. دومی قسمت در قسمت خواهر، در قسمت کاکا، در قسمت ماما. مثلا در روزی که روز عید یک انسانی که دین میفهمه، به عوض از اینکه 100 رکعت نماز نفل بخونه در روز عید، به عوض خواندن 100 رکعت نماز نفل چی میکنه؟ میره خانه همسایه خود، پرسان ازی میره، پرسان کاکای خود، پرسان مامای خود. صله رحم جز دین مقدس اسلام است. بنابراین وقتی که انسان در آداب اجتماعی دین مقدس اسلام
فامیل رو میبینن، فامیل مسلمان فامیل متماسک، فامیل است که یکی به دیگه به اساس احترام. از این خاطر اگرچه ما و شما از نگاه مادی بسیار عقب مانده هستیم، لکن از نگاه معنویت ارتباط ما با فامیل های ما تأمین است. بسیاری وقتا کسای قصه میکنن که من در یک شفخانه بودم، وقتی که برادرم پرسان میامد، کاکایم پرسان میامد، اون نفر مقابل پرسان میکرد که اینا کی هستن؟ میگفتیم برادرم است، این کاکایم است، این پسرم است. چه خوشبخت مردم هستین که مریض شوین باز اقاربتان پرسانتان هم این ارتباط است که دین مقدس اسلام چیز کرده. در قسمت نظام درس و مکتب و پوهنتون، اینجا وقتی که ما شما ببینید دین مقدس اسلام برای انسان تربیه میده که بر یک نفر تربیه میده که شما چند پدر دارین؟ 3 پدر دارین. یک پدرتان پدر اصلیتان است که از اون شما تولد شدین، پدر دومیتان پدر معنویتان که معلمتان است که در صنف اول برای شما الف ب ت س را درس داده، او هم پدرت است. اگر زن است مادرت است که تو را الف ب ت س را درس برات میده. و پدر سومی شما کی هست؟ کسی که شما را دختر خدا یا کسی که مثلا بر شما میده که ازدواج میکنین. از این خاطر وقتی که اینمی پدر استادی که در داخل صنف میاد، او چه قسم استاد است؟ از نگاه دین مقدس اسلام او استادی که واقعا مسلمان است چی فکر میکنه؟ من امروز از خانه خود، از پیش اولادای خود، از فامیل کوچک خود آمدم در صنف، اینجا اولادای خودم است، اینجا دخترها و بچهای دیگه هستند که الحمدلله جوان شده، او طفلکای ما که در خانه هستند او طفلکای خوردم است. من از پیش این اطفالم پیش این اطفال دیگه، از این اولادم پیش از این اولادهای دیگه میرم. از این خاطر ارتباطی که در درس است، در پوهنتون است، ارتباط بین استاد و بین شاگرد، ارتباط بین معلم و بین شاگرد، ارتباط معنویت قوی است که یکی به دیگه احترام میکنه. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میگه که من علمنی حرفا فهو مولای، اگر کس یک حرف بر من یاد بتن او بادار من هست. از این خاطر با داشتن اوت یک ارتباط صمیمیت، استادی که به نظر پدر در داخل صنف میشه و شاگردای خود مثل دختر و پسر خود فکر میکنه و شاگردی که استاد خود این قسم احترام میکنه که یک کلمه از این یاد گرفتیم این به مثابه بادار من هست. بنابراین ارتباط محکم است که این ارتباط در بین مکتب و مدرسه و پوهنتون مسلمان ها قائم است. اساسش مادیت نیست، مرا شاگرد مثبت یا نه، شاگرد از ما تشکر کنه یا نکنه، خوش باشه یا نباشه، هدف من این است که ذات پروردگار جل جلاله از ما خوشحال باشه و من وظیفه خود در مقابل از اینا ادا کرده باشم. در قسمت قانون وقتی که ما شما میبینیم دین مقدس اسلام قانون داره که اگر ما شما تمام قانونهای دنیا را در نظر بگیریم و بیایم قانونها را ببینیم که چقدر قانونها هست. هر قانونی که است یا به اساس مظلومیت است که ما شما را خواندیم که بعضی قانونها به اساس مظلومیت است، یک نفر سرش ظلم شده در مقابل ظالم میخیزن و وقتی در مقابل ظالم خیز قانون جور میکنن. بنابراین مظلوم نمیتونه قانون رو بی‌طرفانه جور بکنه، چون ظلم شده همیشه قانونش در مقابل کی باشه؟ در مقابل کسایی که سر ظلم کردن. بنابراین بی‌طرف نیست. در جانب مقابل احیانا بعضی انسان‌هایی هستند که اونا خودخواه هستند، مثلا مثل اتلر خیز گفت که جنس آریایی، کسایی که چشمای سبز دارن، چهره سرخ دارن، موهای زرد دارن و اینا از آلمان هستند، اینا کلش انسان‌ها هستند، باید بالای کلگی اینا حکومت بکنن، دیگه کلگی حیوانات هستند، سر اینا باید غلام باشن. بالاخره جنگ‌های جهانی در بین جهان رخ داد به اساس اون فکر و نظریه هتلر. یک تعداد فاشیستایی بودن که اونا قوم و قبیله خود برتریت میدن نسبت به دیگران. من سفید پوست هستم نسبت به تو سیاه‌پوست خوبتر هستم، من زبانم اینی چیز است نسبت به تو بهترتر هستم، من از فلان قریه هستم از این خاطر نسبت به تو برتریت دارم. به این حساب به این وجه که در بین انسان ها صلح بیارن، روز به روز جنگ در بین انسان ها رخ میده. ولی دین مقدس اسلام چی کرد؟ دین مقدس اسلام خداوند متعال با یک آیت قرآنی تمام مشکلات رفت. یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم. ایها الناس، ای مردم، در این مردم زن و مرد شامل است. ای مردان و ای زنها، ما شما را کلتان از یک مرد و از یک زن خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائلا، و شما را طایفه و قوم ساختیم لتعارفوا، به خاطر که یکی دیگه تا را بشناسین. این از فلان منطقه است، از فلان منطقه است، تذکری از فلان جاست، تا تداخل در بین انسان ها نبه.
ان اکرمکم، بهترین شما، با شخصیت ترین شما، با عزت ترین شما، عند الله، فکر کنین به نزد خداوند، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما به نزد خداوند متعال جل جلاله با تقواتر شماست. یک یهودی میامد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن سلام، و وقتی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، خداوند پیغمبر سمش میگه که مقام تو از مقام دیگر هیچ از دیگر صحابه هیچ کمی نداره. یک سیاپوس حضرت بلال میه، وقتی که مسلمان میشه این ارقدر که اذیت میکنن، ارقدر که دلش سنگ بسیار کلانه میمونه، بازم او چون میفهمه که دین مقدس اسلام دین است که به این برتریت بین یک انسان و دیگه انسان نیست، بازم در اون لحظه میگه احد خداوند یکی است. حضرت سمیه زن است که این ابو جهل شمشیر ابو نیزی خود سیدیش میمانه و برش میگه که انکار کو از دین مقدس اسلام، چون او زن میفهمه که دین مقدس اسلام دین است که زنها را نجات داره، از این خاطر قهرمانه قبول میکنه، مرگ قبول میکنه و اولین شهید اسلام خود بی بی سمیه میسازه، ولی گپای ابو جهل و ابو لهب قبول نمیکنه. این قانون اسلامی قانون است که به اساس بی‌طرفی، قانون است که رب العالمین این خلق کرده. ببینید اولین فلسفهش که شما وقتی که میخواید میگه الحمدلله رب بالعالمین، حمد و ثنا و صفت، نگفته که الحمدلله رب المسلمین، نگفته خدای مسلمان ها، بلکه گفته رب العالمین، پروردگار تمام عالمیان. این انسان سیاه باشه، سفید باشه، زردپوست باشه، از هر قوم و از هر قبیله باشه، او خدا و خداوند خدای از او هست. از این خاطر قانون اسلام قانون است بی‌طرفانه و قانون است که بر تمام انسانیت است و قانون است که به نفع تمام مردم هستند. انشاءالله بخش اجتماعی را فهمیدیم. بخش سوم که هست در بخش عالی، در بخش عالی دین مقدس اسلام طبیعی قبلا گفتیم یک سوالاتی بر انسان پیدا میشه که ما انسان از کجا آمدیم، برای چی دنیا آمدیم، آینده ما چی خواهد شد. اگر فکرتان باشه در هفته گذشته ما و شما درباره عمود دکتری که امریکایی بود خواندید درباره از قصه شه، جوزف استرس بود. او گفت که ما بسیار مال داشتم لکن باز هم ذهن ما نرمال نبود، اطمینان وجود نداشت. در دین مقدس اسلام سوالایی که برای انسان پیدا میشه که از کجا آمدیم، برای چی آمدیم، کجا میریم، هدفت کجاست، نهایت در کجاست، همه این مسائل قرآن عظیم شان یک یک بر انسان جواب میده. انسانی که مثلا مادی پرستا انسان عبارت از یک پارچه گوشت میگه، استخوان اونا میگن که انسان یک موجود مادی است، ولی در مقابل اگر انسان به شکل مادی ما و شما مورد مطالعه قرار بدیم، انسان هیچ ارزش و شخصیتی نخواهد داشت. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه از نگاه جسم بعضی حیوانات از انسان که قوی تر است، چشمای بعضی حیوانات از چشمای انسان که قوی تر است، حس شامعه بعضی حیوانات از انسان ها که قوی تر است، مورچه 60 برابر وزن خود بار میبرد، انسان 4 برابر خود بردن نمیتونه. به این خاطر در دین مقدس اسلام انسان معرفی میکنه که ای انسان تو چیز به هدف نیستی. میگه که وقتی که ما انسان خلق کردیم تو خلیفه خداوند هستی، خلیفه خداوند در روی زمین، یعنی تو کسی هستی که جانشین خداوند در روی زمین هستی. و وقتی که میگه خداوند متعال میگه که وقتی که من این انسان خلق کردم و نفخت فیه من روحی و نفخت فیه من روحی، من در وجود از روحی که به من نسبت داره، یعنی روح خداوند و بعضی چیزها را ما شما باید بفهمید، بعضی چیزها را خداوند به طرف خود نسبت میدن. مثلا میگه بیت الله، خانه خدا. خداوند خود از خانه منزه و پاک است. کعبه خود خانه خداوند نیست، بلکه به خاطر از چون خداوند به خانه ضرورت نداره، لکن به خاطر از که همیشه در این عبادت میشه، از این خاطر به خاطر عزت دادن به خانه کعبه چی میگن؟ بیت الله، خانه خدا میگن.
یا مثلا شتری که شتر یونس علیه السلام بود، شتر صالح علیه السلام بود، او را میگفتن ناقة الله. و یا پیغمبر صلی الله علیه و ما شما را میگن عبدالله، بنده خداوند. بعضی از چیزایی است که نسبتش به خدا. اینجا وقتی که نسبت میشه که و نفخت فیه من روحی، من از روح خود به خاطر از اینکه برای انسان روح بسیار پاک و مقدس را در وجود از آوردم که این انسان با شخصیت شود. از این خاطر انسان به خاطر شخصیت دادنش برش میگه که تو مثل حیوان وار نیستی، بلکه آیات قرآن است که ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم کرامت دادیم، ما در بنی آدم روح مقدس و پاک را دباندیم، ما بنی آدم خلیفه خداوند در روی زمین آوردیم تا این حکم خداوند چی کنم در زندگی خود تطبیق بکنن. ولی دنیا هدف از این نیست. دنیا مثل یک موتر است. شما ببینید که یک موتر که شما موتر داشته باشین، این موترتان این چی میکنن؟ این موتر هدفتان نیست. این موتر یک وسیله است که شما را مثلا از خانه تا به پوهنتون میاره، از پوهنتون پس شما را به خانه میبره در وقت ضرورت. این هدف نیست، این وسیله هست. دنیا هم مثل اینمی موتر وارست که وسیله شماست که شما میتونین با استفاده، با کار و زحمت کشی در این دنیا چی کنین؟ در آخرت خداوند، جنت خداوند کمایی بکنین و نصیبتان شود. از این خاطر وقتی انسان در بخش عالی سوالهایی می داشته باشه که بسیاری سوالها را مثل که خانم بیتی بافن میگه که ما هزارها کتاب مطالعه کردم، هزارها کتاب مطالعه کردم. من گفتم براتون که یک خانم کتاب نوشته کرده به نام این یک خورشید از غرب طلوع میکند. یک کتاب از شما در بازار یافت میشه، یک دو خانم امریکایی نوشته کردن، یکیش خانم بیتی باومن است. این میگه من اصلا مسلمان نبودم، مسیحی بودم، ولی وقتی که ادیان مختلف را مطالعه میکردم برای من یک سلسله سوالات پیدا میشد. این همی سوالات عالی که از کجا، برای چی، هدف ما کجاست، کجا میریم. میگه در هر دینی که رفتم دینایی که در چین است، در ژاپن است، در هند است، در شرق اوسط است، کل از اینا میگه من مطالعه کردم. مسیحیت، یهودیت، هندویسم، کل هزارها کتاب مطالعه کردم، لکن هر کتاب از اینا دو سوال ما جواب میداد، 10 سوال دیگه در ذهن من میاد. آخرین کتابش قرآن عظیم شان بود که من مطالعه کردم، تمام سوالای مرا جواب گفت و من بالاخره گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله. و خودش نشته کرده که اینک نام کتابش است که اینک خورشید، اینک خورشید از غرب طلوع میکند. تالیف خانم بیتی باومن و یک خانم دیگه هم است مظفر حلیم. دو از اینا دو خانمی هستن که در ایش اصلیش پاکستانی است. مظفر حلیم در پاکستان زندگی، در امریکا زندگی میکنه و این خانم اصلا امریکایی است. که این خانم بیتی با من پرسان شد که شما چرا کتابتون نامشه اینک خورشید از غرب طلوع میکند مانید؟ گفت به خاطر از است که مسلمان ها مثل شاعر سابق که میگفت که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را با دیگران بگذاشتیم. آل اینا شعر تبدیل کردن، چی میگن؟ ما از قرآن پوست را برداشتیم، مغز را با دیگران بگذاشتیم. آل شاعر امروزیشان چی میگه؟ ما از قرآن پوست برداشتیم. به عوض از اینکه اینا قرآن مطالعه بکنن، قرآن بخونن، از قرآن استفاده بکنن، اینا صرف از قرآن چی میکنن؟ صرف در بالا سر عارض خود میگه که جانانه یکم قدت بگل میمانه. وقتی که به جانانه یکم قدت بگل میمانه، حتی می تشبیهش هم از نگاه ادبی غلط است، به خاطر از اینکه قد گل یک دلستک است، یعنی جانانه یکم قدت یک دلست است. سر عارضه به عوض از اینکه قرآن عظیم شان اینا در مغز خود جای بتن، قرآن بخوانن و از او استفاده کنن، قرآن شریف هم میبرن در دوره های خیرات و اسقاط مرده ها، اینا پوش میتن، دست به دست تقسیم میکنن، جد از اینا تاثیر نمیکنن. اینا روز به روز این قرآن ترک میکنن، دین مقدس اسلام ترک میکنن. ولی در غرب کسانی که تعصب ندارن، کسانی که دانش حقیقی دارن، قرآن عظیم شان مطالعه میکنن. وقتی که قرآن میخونن، یک دانشمند میگه من قرآن کریمه که صفحه اولش خواندم، ضرورت نشد که صفحه دومش بخوانم، در صفحه اول قرآن جواب ما یافت شد.
چرا؟ میگه من پروفسور هستم، تقریبا هر کتابی را که میخوندم میدیدم که مؤلف کتاب در مقدمه کتاب خود نشان میکنه که پروفسور صاحب معذرت میخوایم اگر اصلش اشتباهی شده باشه شما اشتباهی مرا ببخشین. نمیگن همیشه در مقدمه کتاب خود میگه که استاد من اشتباهی داشتم چون انسان هستم، بیچاره هستم، کتابخانه بسته بود، در اینترنت دسترسی نداشتم، قیمت اینترنت زیاد بود، نمیتونستم کل کارا رو بکنم. ولی میگه روزی که قرآن عظیم‌الشان به دست ما آمد میگه دیدم که در قرآن عظیم‌الشان در صفحه اولش برعکس همه گپا گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه. این قرآن کتاب است که هیچ شکی در نیست. از این خاطر میگه من فهمیدم که این و پوهنتون شخص به انسان نیست، کتاب خدای انسان است که از اول بر مچلن میتکه. این کتاب دیگه هیچ شکی نیست. از این خاطر میگه این دانشمند میگه من مسلمان شدم. خانم بیتی با من میگه که اونجا مردمای دانشمنده که قرآن به دستشان میرسه و میفهمن، اگرچه اونجا دستای زیادی است، جنایتکارای زیادی هستن که اونا کوشش میکنن که از مکتب ابتدایی گرفته تا با پوهنتون شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به شکل منفی در نظر مردم تمثیل بکنن، کارتون ها را جور میکنن. صورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کلش اخلاق است. ما و شما یک درس خود داشتیم درباره شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونه یک انسان کامل بود که او را حضرت یکی از خانم‌هاش میگه که وقتی پرسان میکردن که اخلاق محمد چی بود، برش میگفتن که اخلاق محمد قرآن بود. اخلاق علی چی بود؟ اخلاق حسین چی بود؟ اخلاق ابوبکر چی بود؟ اخلاق عمر چی بود؟ میگن که اخلاق از اینا قرآن‌های متحرکی بودن که در روی جهان در حرکت بودن، هر کدام از اینا. ولی در اونجا دستای هست که میخواین که حقیقت بیان نکنن، میخواین که راست نگوین. شما ببینین من از شما تقاضا میکنم که اون سی دی شیخ احمد دیدات مناظرش با این مسیحی شما چیز کنین، مقایسه بکنین. چند بایبل است، یک بایبل نیست یا ما شما خود خواندید. چند کتاب است که اینا ببینید که یکیش چند سپاه است، دیگه چند سپاه آن عظیم‌الشان مثل که ما شما گفتیم که یوسف السیس میفهمید با یک کلمه که این قرآن کلام خداوند است، چون میلیون ها انسان ایره از قلب میلیون ها انسان به قلب میلیون ها انسان دیگه انتقال شده. یک کس دیگه است یک کتابش از بسیار خورترک ایره، اگر تانستین از بازار خریداری بکنن، کتاب خورترک است. امو کتاب چی نام داشت؟ سیاه پوستی که مسلمان شدن؟ آشوکولن یانگ. این یک نفر است که خودش این اگه شما در کتابخانه رسالت برین دانه 5 روپیه میتر، 5 افغانی در کتابخانه رسالتی فروخته میشه، 5 افغانی. این خودش سیاپوست است و رهبر کلیساست، رئیس کلیساهاست. این میگم من با وجود از که متخصص بودم در مسیحیت، ولی مشکل من چی بود؟ مشکل من این بود که در کلیسای سفید پرستا رفتن نمیتونستم. من تعجب میکردم چه قسم خدا هست که من خودش سیاه خلق کرده و باز بر من اجازه نمیده که در خانهش برم. این خانه من مخصوص سفید پوستا و این مخصوص سیاه پوستا. میگه من از این خجالت میکشیدم. از این خاطر میگه وقتی که قرآن عظیم‌الشان مطالعه کردم دیدم که در قرآن عظیم‌الشان میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این میگه پس این مرا وادار ساخت که بگویم لا اله الا الله محمد رسول الله. جریان مفصل زندگی زیر شما میتونید ابو رساله یکش 5 روپیه بخرین و ببینید. بنابراین دین مقدس اسلام در بخش عالی وجود انسان تمامی سوالای انسان را جواب میده که این سوالا که جواب داده شد بالاخره انسان میتونه که از نگاه مادی، معنوی، اجتماعی و عالی به شکل نرمال زندگی بکنه. کسایی که سوال داشتن میتونن از طریق مایک سوال کنن.
خب در قسمت سوال اول تا ما باید بگم که این دانشمند وقتی که میگه موضوع قرآن مغز را برداشتیم، هدفش این است که ما قرآن از اینشان از الف تا بیایش که تمامش مغز است، این ما برداشتیم بالای خود تطبیق کردیم. مسائل اضافی که مثلا از قرآن در سر عروس استفاده کردن، قرآن به شکل اسقاط در دوره ها دور دادن، از قرآن مثلا تنها آیت قرآن در یک جای نشته کردن، این زینت دادن خانه خود، یا قرآن شریف گرفته در گردن خود آویزان کردن و به همراه ازید تشناب رفتن، آیت الکرسی در گردن خود آویزان میکنن و به تشناب میرسن. میگه این گپا پوست است، این گپا بی ارزش است، ما این را ترک کردیم. ما خود قرآن، حقیقت قرآن، مغز قرآن که از الف لام شروع است تا والناس، این ما برداشتیم. این جواب سوال اولتان. در قسمت جواب سوال دومتان که در غرب اسلام در غرب در رشد است. در غرب چند قسم است. یک تعداد کسای متعصبینی هستند که اینا میخواهند که مردم عام غرب از اسلام بیخبر بسازند. در صنف برازو میگه که محمد صلی الله علیه و سلم میخواهند رسامی بکنن به شکل‌های دیگه‌ای که شما میبینید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این شکل نبودن. شما شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببینید که یک نفر میگه که یک روز من با همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرفتم، یک کس آمد کش کرد از پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. میگه در شانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک قدیفه بود که بسیار درشت بود. میگه چاپی قدیفه در گردن از آمد. تو کشش کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دور خورد. میگه روح خدا درد داد. من فکر کردم که آل پیغمبر هم عصبانی میشن. میگه روح خدا سنازی درد داد. گفت خیریت است. گفت که برای من فلانیش کار من از مال غنیمت برای من هم کمک بکنین. مبارش گفت که آل فلان خلاص شده، در آینده ان شاء الله براتون میتیم. این اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر از 10 سال در خانه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردم. در 12 سال بر من پیغمبر صلی الله نگفت که چرا این کار کردی یا چرا این کار نکردی. در دیگه حدیث شریف میگه که مرا پشت سودا روان کرد. من رفتم قرار در بیرون کت بشار ساتری میکردم. میگه آمد از پشت شانه ما گرفت، برای من گفت که عمو کاری که برات گفته بودم نرفتی. اخلاق پیغمبر شما بفرمایید، اخلاق پیغمبر رو بخورین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که در مجلس میشیش حتی میگه پایش معلوم نمیشد، تکیه نمیکرد به خاطر که جانب مقابل به شخصیت نشه. گپ که میگه که کس اوچت میشش تو برش تکیه نمیکرد. وقتی که یک نفر به امرش دست میداد، وقتی که قول برش میداد، تا وقتی که دست خدا کش نمیکرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خدا کش نمیکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه آل بسیاری کسایی که اگر لباسش کنده میشد میدید که خانمش مصروف است، لباسای خودش میدوخت. به این خاطر شخصیت پیغمبر یک تعداد متعصبینی هستند که عوام الناس نمیگذارند که مسلمان شوند. اما یک تعداد مردمی هستند که اونا جوانایی که در بوهمتونا هستند، اینا اگر دین حقیقی را بفهمن مسلمان میشن. ولی در اینجا عیب در ما مسلمان ها هست که وقتی که ما شما یک غربی را ببینیم به عوض از اینکه ممثل قرآن باشیم، خود قرآن متحرک بسازیم، خود هم مثل از اونا رو جور میکنیم. اگر اون یک گلاس شراب میخورن، مسلمان 2 گلاس شراب میخورن. این مسلمان میتونه که در وجود از او تغییر بیاره. من یک خانم فیلیپینی رو در یک جای دیدم، در یکی از کشورهای در شمال افریقا. برش گفتم که خانم میشه که مسلمان شوی؟ گفت من مسلمان دریوار مورگی میخورم. وقتی که باز مسلمان شد گپ خیزک میزنن. من هیچ وقتی اسلام قبول نمیکنم. از این خاطر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدایا ما را وسیله کفر به دیگران نگردانی که اعمال ما را ببینه از اسلام متنفر شود. شما در سرکا ببینید وقتی که یک نفر، بسیاری مردم افغانستان صاحب موتر شدن لکن فرهنگ موتر ندارن. وقتی که یک زن میبینن یک زنخوات متاثر شد. وقتی ما میتونیم که تأثیر بکنیم که ما خود ما صحابه پیغمبر چی بودن؟ صحابه پیغمبر قرآنای متحرک بودن، یعنی اعمالشان، نشستشان، برخاستشان مثل قرآن عظیم شان وارد بود. از این خاطر تأثیر میکنن. همین نوتایی که ما به شما کارخانگی دادم که شما در سایت اینترنت در نیو مسلمز بریم. دیروز یکی از مسئولین یک چیز آورد، یک زن میگه، زن مسیحی که ما دیدیم که یک مسلمان یک زن چادر پوشیده بود، لباس حجاب پوشیده بود. لباس با حجاب دختر مسلمان مرا مسلمان ساخت.
چون دیدم که اینمی دختری که حجاب میپوشه شخصیت داره، حیثیت داره، کرامت داره. با چادر وقتی که در صرف درس میخوانه، با حجاب درس میخوانه، این فرق میکنه با اون دختری که در پوانتون ما وسیله و آلو دست شاگردا هست، وسیله دست مردها هست. تمام روز می رقصه تا که مردها از وجود استفاده کنه. میگه یک چادر دختر مسلمان مرا مسلمان ساخت. درس ما ختم شد. خداوند متعال جل جلاله اولین روز برزخ ما و شما که دیدار خداوند است، او را روز سعادت ما و شما بگردانه. فریاد امتی